ورزشگاه اشتادیو دالوش در این ورزشگاه زیاده از 60,000 تماشابین جمع شده بودند برای تماشا کردن رقابت لالیگا اسپانیا و توانست که مراتب دهم قهرمان اسپانیا گردد ولی در دیونتای لیگ سرخی اسپانیا اتلتیکو مادرید از تیم ریال مادرید نکام گردید و ریال مادرید همون سال در جام بازی دیدار دانسته شد بعد از رقابت مذکور و در این بازی قدر از بدون کلیدی و دستور کمک کردن نمیتوانستند مخصوصا خابی آلونسو از ریال مادرید اردا توران از دسته اتلتیکو مادرید که این دو بازیگر لعب داشته بودند و در فینال اشتراک نکردند. ضربه کریستیانو رونالدو رو برطرف میکند تیبو کورتوا و هجوم‌های پای در پای ریال مادرید ادامه داشتند و خیلی نزدیک بود ریال مادرید برای برابر کردن لیسو نشان داد که همون موسم الان ورزشه بهترین نشاندهی سرکله در این اولمون که بعد از پاس سرخیو راموس جایش کرد ولی به تو رسیدن نتوانست. دقایق آخر بازی نزدیک می‌گردیدند یک چند تغییرات هم وارد کرده شد در وقت بازی رین تیوی رس بازی ویلسی در بیروت نمی‌تواند. در دور اصلی ریال مادرید شالکه رو با حساب 9 مغلوب کرد بعدا بروسیا دورتموند رو با حساب 3 و تیم اتلتیکو مادرید باشد در روی خود تا فینال بر میلان با حساب 5-1 بارسلونا با حساب 2-1 و چلسی رو با حساب 3-1 مغلوب کرده به فینال برآمد. ضربه کنجی تعیین کرده می شود لوکا مودریچ پاس میدهد به عقیب ایرزال کرده می شود به کنار چپ ضربه و صد میگذارند به بازان اتلتیکو باز یک ضربه کنجی دیگر برای ریال مادرید ثانیه‌های آخری بازی است منتظر هستند در خود بازی اتلتیکو اصلا داشتن که دوباره ضربه سرخیو راموس و سرخیو راموس در ثانیه‌های آخری بازی توانست که حساب رو برابر نماید که دقیقه سوم اضافه کرده دوباره است و اگر همین ضربه کنجی به گل بدل نمیگردید پس دوباره داشته خود رو بلند میکرد اما میبینیم که سرخیو راموس در برابر کردن حساب موفق گردید. از میان حمایتگران اتلتیکو ضربه زد سرخیو راموس و همین طور حساب برابر شد و در وقت اضافه رقابت ادامه کرد ریال مادرید تشبیه رو با خود گرفت ریال مادرید باور کردند که میتوانند در این دیدار موفق گردند و انخل دی ماریا که بهترین